بازیگران محبوب ما نه تنها در پرده سینما می‌درخشند، بلکه در زندگی واقعی هم با چالش‌های بزرگی روبرو هستند. تو این ویدیو با هم به داستان‌های دل‌انگیز و الهام بخش بازیگرانی می‌پردازیم که با بیماری‌های سخت مبارزه کردند و همچنین تونستن به رویاهاشون برسن. قبل از شروع کانال رو لایک و سابسکرایب کنید که باعث دلگرمی مایید. حالا بریم سراغ ویدیومون. فیزا جیویلیک متولد سال 1995 از شهر استانبول ترکیه هستش و الان 30 سالشه. این بازیگر در سریال های زیادی نقش آفرینی کرده، ولی در سریال شربت زغال‌اخته شهرت زیادی پیدا کرد، اما با وجود معروفیتش محبوبیت زیادی بین مردم نداره. بیماری این بازیگر پسوریازیس، افسردگی و اعتیاد هستش که خیلی وقتها باعث حواشی زیادی براش میشه. جالبه بدونید که توسط پلیس ترکیه چند بار دستگیر شده. و اما نفر بعدی کیوانج تاتلیتو که تونسته عنوان جذاب‌ترین مرد ترکیه رو به خودش اختصاص بده. متولد 1983 از شهر آدانای ترکیه هستش. در سریال هایی مثل عشق ممنوع، نور، کوزه سعید و شورا، شجاع و زیبا و بسیاری آثار دیگه ایفای نقش کرده. جالبه بدونید که باعث و بانی شهرت و ثروتش مادرش بوده که عکسای کیوانج رو به آژانس مدلینگ ارسال کرده و اینطوری راه زندگی اونو تغییر داده. این بازیگر محبوب به بیماری آسم مبتلا هست و احتمالاً به این علت هستش که خونه‌ای در بیرون از شهر برای 100 سال رهن کرده. نفر بعد برنساد نقش مقابل کیوانج در سریال عشق ممنوع بود. متولد 1984 هستش و الان 41 سالشه. این بازیگر سالها دچار بیمارگی افسردگی شدید بوده و تا حدی که دیگه نمیتونسته به حرفه خودش ادامه بده. علت این افسردگی از دست دادن عشق اولش افه بود. وحیده پرچین که همه اونو با سریال های آدینی فریها کویدون و خانم قاضی میشناسند، متولد 1965 هستش. در بین بازیگران همسن سال خودش بهترین نقش آفرینی ها رو داره، ولی متاسفانه بعد از سریال حریم سلطان خبر ابتلا به بیماری سرطان این بازیگر به گوش رسید که پزشک‌ها قطع امید کرده بودند، ولی این بازیگر جسور با بیماری مبارزه کرد و شکست داد و این خبر خوب رو به همه طرفدارانش داد. نفر بعدی لیستمون اوزجان دنیز متولد 1972 از استانبول هستش که الان 52 سال سن داره و هنرنمایی‌های زیادی در عرصه بازیگری، خوانندگی، کارگردانی داره و با سریال عروس استانبول تو دلها جا گرفته. این بازیگر پرطرفدار دچار عارضه قلبی هستش. ازدواجش با ثمر دادگر و اعتراضات خانوادگیش باعث تشدید این بیماری شد. در ماه‌های اخیر این بیماری و فشارهای روحی باعث بستری شدن اوزجان شده. یامان که با سریال آقای اشتباه و پرنده سحرخیز معروف شده، جزو پرطرفدارترین بازیگران هستش. متولد 1989 از استانبوله که به طور ناگهانی از نگاه‌ها فاصله گرفته. علت این فاصله گرفتن بیماری ایشون به نام بیماری دو قطبی شخصیتی هستش. رفتارهای تند و درگیری‌هاش با خبرنگاران به علت وجود این بیماری هستش. به همین خاطره که پررابطه ترین بازیگر ترکیه است و نمیتونه با یه نفر باشه. اگه از ویدیو لذت بردین کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و برامون کامنت کنید که بیماری کدوم بازیگر باعث متأثر شدن شما شد. دوستتون دارم. بدرود.